در این جویهای دهات اونجی ناحیه باباجان غفوروف پیشتر آب صاف جاری میشد، ولی به گفته ساکنان همکنون اطراف یک سال باز به آن پرتوهای تشتاب می آیند. نه فقط در رنگ افلاسی آب معلوم است، بلکه بوی غلیظ آن ساکنان دومین کلانترین ناحیه تاجیکستان را بیزار کرده است. همین از خواب بنا که یک بیدار شده مانی دیگه یک بریم برای دیگه همین خیر هوا غلیظ گنده. اکنون این خوف گندگیش همین که هوا گندتر شود بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی بلوغ میرسد. این ممکن یکان اینفکسی گیران بیادم. عجب نه خوف. پیش آبی تازه می آمد. از همون آب ما استفاده بوده نوشاکری هم کار می فرمودیم. حاضر من یک همین سال همین آبی بلوغ بوی زیر کرد برفت دنیای محله. همین زمان همین کانال دنیای محله هم جو میرد. اول حوض ما های مونده. حوض میدارد. حوض بلوغ شده است. آب افلاس به این جویبار که به دریای سیر میریزد از تشناب شهر بوستان می آید که در میدان قریب 22 هکتار جایگیر شده تقریبا 30 حوض دارد. به این پالایشگاه که در زمان شوروی ساخته شده است پسمانده های آب ساکنان شهر و چند کارخانه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف میریزد. میرزا غفور شریفوف 70 ساله همراه عائله و فرزندانش در کنار همین پالایشگاه زندگی میکند و جریان بد شدن شرایط کاری آن را سال به سال بیشتر مشاهده میکند. دور شوروینده این حوض‌های بولدوزر که تازه میستادن چخورش پس بود، حاضر چخورش چخور آبش بسیار تازه کنی نیست. با کدام مرغخانه من این پلیگان باورده و که دیگه مرغ کشته آبراباد که میکنن آبای خون و وای آمده همه روز میکند. ساکنان میگویند بارها به مقامات مراجعت کردند ولی نتیجه را ندیدند. همین یک سال زیاد شد اینجا مسئله ها یک دو بار آمدگی و پار نه همیشه بروز آمدگی بودن از همون اکلاکی ولایت یک آمده ایستاده خیلی وقت نشتن و کردن یک ماه دور نشد تازه میکنند میگیرد گفتن دیگه نگفت ولی چون که کارخانه طرف زیاد شده که طرف من ابیام همین پرتافتنی آبی پرتاو زیاد شد احوالی بسیار شد ساختمان ها بسیار شد من وای کجا رفت است ولی همه خانه های استقامتی بلند آشیانه آبش رئیسان حکومت‌های شهر بوستان و ناحیه باباجان غفوروف میگویند از مشکلات آگاهند و راه حل آن را جستجو دارند. این مسئله مشترک است. گروه کاری از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحت راهبری معاون یکم رئیس ولایت تأسیس داده شده است. کارها رفته ایستادند و فکر میکنم که به نزدیکی حل خودش را مییابد. همچنین اولیا پیش یا دیگه دورای پیش یا راه الटरनेटिवی که 2 کیلومترش قبورا را بردگی هم نیستن. اینا از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که حسابی همین صاحبکارا و دیگه ما حل کنیم چقدر کی اردم میکنه همون قبورا بستنوید کنیم که با یک راه الटरनेटिवی برای شبکه‌های آب و کریزی باشه. بد شدن وضع اکولوژی و کار آب و کاریز شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سال تا سال بیشتر می‌گردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه‌های صنعتی ربط دارد، ولی ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد میدهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه‌های نو سازد تا مردم از بیماری‌های همگیر و بوی بد رهایی یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.